و جناب یک کمی فکر بکن، قرآن و حدیث خب فراوان بخون، در عمقش داخل شو، بعد از او فتوای تصادر کن. یک آیت سرسری ترجمه درستیشم به الله قسم نمیتونی، لیکن فتوای تکفیر قطعیت است. زده برو، مردم کافر کده برو، مسلمان نکده، تالی را اسلام داخل نکدی، وقت پس از در کفرش برسون. ببینیم ما دین از کدام رو زده ها ضربه زده میشه، چه قسم ضربه زده میشه، چه کارا میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما میگه اگر ما نقصان در میکال و میزان میکنیم، سه نتیجه شد. قحط سالی آمد،